نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم هستید. یک سخنی است که مربوط به امام ابن قیم جوزی رحمت خدا بر او بود میدانم، ولی به همین مانند سخن، به همین مانند اندیشه در کتاب اخلاقی ما خیلی زیاد است، از جمله در کتاب گلستان، بوستان، مثنوی معنوی و با شکل‌های گوناگون این جملات تکرار شدند. بزرگان میگویند که اگر انسان مرتکب این سه عمل شد، این در گردنش قرض است و حتما پرداخت میکند، نابس از اون که در کدام دین است، در کدام مذهب است، در کدام اندیشه است، در کدام موقع است، خواه نخواه روز فرا میرسد اگر مرتکب این سه عمل شد او را پرداخت میکند. همیشه تاکید کردن که خودتان را از این سه قرض همیشه دور نگاه بدارید، چون پرداختش حتمی است. و البته این قرضی پولی نیست، یعنی قرضی مالی نیست و این مادی نیست. این قرض‌هایی هستند که قرض‌های معنوی هستند، ولی پاسخشون هم بسیار سنگین است. یکی از اون چیزایی که میگن وقتی که انسان با اون دست زد پرداختش، یعنی به گردنش قرض میشود، این ظلم است. نوبسته در کدام شکلی که صورت میگیرد، یعنی پایمال کردن حق کسی، پایمال کردن حقوق کسی، گرفتن حق کسی. حتی بزرگان میگویند که شما وقتی که در ظلم یک نفر که بالا یک انسان دیگر صورت میگیرد تبسم میکنید یا با آن ظلم راضی هستید، حتما این به گردن شما قرض میشود و روز پرداخت خواهید کرد. و عمل دیومه که میگن بزرگان به شدت از آن خود را دور نگاه دارید که به گردنتان قرض میشود و پرداختش حتمی میشود، این تحقیر کردن، پس زدن، تهمت کردن نفر دیگره یا گروه یا شخصانه. وقتی که در حق آنها شما تحقیر میکنید، تهمت میکنید یا شأن و شرف نفری رو پایان میبرید، بدونی کدام سبب، بدونی کدام حالت، این به گردن شما قرض میشود و حتما شما آن را پرداخت خواهید کرد. و عملی سیومه که بزرگان میگن از آن دور خود را نگاه دارید و احتیاط کنید، این کبر و غرور است. کبر و غرور ناجا، کبر و غرور بالای انسان ها یا بالای گروهی از مردم یا بالای جمعیت یا حتی بالای یک شخص، میگن این به گردن شما دین، یعنی به گردن شما قرض است و شما میخواهید نمیخواهید آن را پرداخت میکنید. از این خاطر خود را، خانواده خود را، فرزندان خود را، دوستان خود را یادرس کنیم که از این سه قرض، از این سه عمل دوری جویند که این کردارها، این عملها پاسخهای بسیار شدید دارد و خودتان را از این سه قرض دور نگاه بدارید.